سایزش هم شاید زیاد شده باشه. یعنی واتر پمپ است 1.5 اینچ است، 1.5 اینچ، 70 متر پرتاب داره، 0.75 کیلووات توانش است، 220 تا 250 ولت هم ولتاژش است. یا کیبل اتصالش دارای سیم است، 4 سیم. یک سیم به خاطر ارت است، ذات است ارت. یک کویل اصلی است، یک سیم از کویل کمکی است، یک سیم هم از مشترکش است که ما توسط ازی میتونیم به برق وصل کنیم. یعنی قطیگکش است به نام کنترل واتر پمپ است، قطی کنترلش. یعنی ریلی حرارتی است به خاطر حفاظت از گرم آمدن واتر پمپ. یعنی هم سویچ است به خاطر قطع وصلش، سویچش هم آن آف داره. یعنی دوتا مربوط آف، مربوط آن میشه. یعنی هم خازن 45 میکروفاراد است، در میکروفارادهای مختلف میتونه پیدا شود. برق شبکه داره، یعنی کیبل برق شبکه است، یک فاز داره و یک صفری داره که این جین کنیم بسته میکنیم که سیستم ما منظم بیاد. یک سیستم ارت داره، سیم ارت ما رو اینده آخر چی میکنیم بسته میکنیم به این شکل. در صورتی که ارت داشته باشیم کار میکنه، اگر نداشته باشیم کار نمیتونه. یعنی مربوط سیم فاز است. سیم فاز شبکه ما رو میاریم با سویچ به قسمت آفش بسته میکنیم. این سیم ما رو آوردیم با سویچ، صحیح شد. یعنی سیم لاین صفری است، صفری شبکه رو میاریم با سویچ بسته میکنیم. این رو میتیم با سویچ قسمت پایینش. صحیح شد نه؟ آله از یک طرف ازی اینا صفری شبکه را که به پایین آوردیم، از این پایین دوباره پس میگیریم صفری شبکه را. باشه از این لاین استفاده میکنیم. دو کنکتر هست که بین سویچ و فیوز باید بسته شود. این رو میاریم مستقیم به کویل به سیم مشترک واتر پمپ. یعنی صفری آمد به سویچ، از سویچ آمد به ریلی حرارتی، از ریلی حرارتی میره به کویل مشترک. این رو مابی میگیریم به خاطر که ترتیبش صحیح بیاید. این رو میتیم به کویل مشترک، با کویل مشترک واسه کویل مشترک میایم به قسمت خازن. فاز شبکه رو میگیریم از سویچ میتیم به خازن. این اردوش یکی است، 4 دانه است به خاطر کمک است یک دانش. این رو میتیم به چیزش کنم، میتیم به خازن. از خازن دوباره میگیریم لاین از اینمی نقطه میتیم به کجا؟ به کویل اصلی. این کویل اصلی ما است. به کویل اصلی وصل میکنیم. این دیگه طرف خازن است. دیگه طرف خازن ما رو میتیم به کویل کمکی. کمکی میتیم. این از قبل جه بسته میکنیم، باز بعد از لاین واتر پمپ میریم. این لاین واتر پمپ است. همونجا که گفتیم سیم یعنی جگری اصلی است، سیام کمکی است و آبی هم صفری مشترک است. هر سه از این رو میاریم با
این قسمت وصل میکنیم از عبورش میتونیم اینی که مشترک بود اینو که آبی وصل میکنیم کوایل مشترک ما مستقیم برق میگیره صفری شبکه را اینی کوایل اصلی ما بود اصلی ما بین خازن و برق شبکه است اینه برق شبکه یا لاین خازن اینی برق شبکه و لاین خازن ما باید رو بتیم به اصلی اینی هم لاین کمکی ماست این بین خازن و خود کمکی وصل میشه در این حالت که وصل کردیم این باید چیش راست گرد بگرده حال برق شبکه رو برش میتونیم سویچ میکنیم چی؟ برق است راست میگرده پاکش دارم میخوره اینی خازن ماست این دیگه قسمت ایره خراب گاز را باز میکنیم سرپوش میاریم دیگه هیچ میتونم تایش مثل است حالی رو میبریم در تشناک اونجا رو چک میکنیم که او میکشه یا نمیکشه دو میکنم چه وصل شرطی نکنه سوچ کو ماشاءالله صحیح اینو نرمال او میکشه چالان کن برقا زایی بزن